در این ویدیو میخوام در مورد نامساوی مارکوف و نامساوی چبیشف صحبت کنیم برای یک متغیر تصادفی. مارکوف and چبیشف in equalities. خب بیایم از مارکوف شروع کنیم. برای متغیر تصادفی که مقادیر مثبت رو صرفاً میگیره و یک A دلخواه مثبت، مارکوف میگه که احتمال این پیش آمد، یعنی میخواد احتمال رو ربط بده به میانگین، میگه احتمال این که x بزرگتر مساوی با a باشه این کمتر از امید x بخش بر a خواهد بود. مثلا فرض کنید احتمال این که x بزرگتر از 10 برابر میانگین باشه، 10 برابر امید x باشه، این کوچکتر از امید x به روی 10 امید x چقدر؟ 1/10. یعنی احتمالی که مقادیر x بیشتر از 10 برابر میانگین باشن زیر 1/10 یا کمتر از 10% مقادیر x میتونن از 10 برابر میانگین بزرگتر باشن. این میشه نامساوی مارکوف. حالا چجوری اثبات میشه؟ من میام از امید x شروع میکنم. خب امید x طبق تعریف، چون x مثبته، میشه از 0 تا مثبت بینهایت x f x دیه x. میدونیم که شگالی احتمال هم یک تابع مثبت x هم که مثبته. این میتونه بزرگتر مساوی باشه a تا مثبت بینهایت x f x دیه. چرا؟ خب بازم رو کوچکتر کردن، a عدد مثبت بود، یعنی از 0 تا a رو از این خارج کردن، بنابراین این کوچکتر از این خواهد بود. یعنی یه مقادیر مثبتی رو داریم جمع میزنیم، در نتیجه وقتی بازه رو محدود میکنی خب کوچکتر خواهند شد. خب این هم در واقع میتونیم بنویسیم بزرگتر مساویه با جای همه x ها a بذاریم، یعنی بگیم a تا مثبت بینهایت f x دیه x. این هم درسته دیگه. چرا؟ چون این x رو اگه نگاه کنیم حالا از آب صورت خطی داره افزایش پیدا میکنه، ولی ما به جای در واقع این مقادیر کل همه رو چی گذاشتیم؟ a گذاشتیم. بنابراین مساحت که حساب کنیم در قیاس با این چی میشه؟ کوچکتر میشه. پس اینم داریم. حالا این چیه؟ این تعریف احتمال دیگه، انتگرال رو چگالی احتمال به اون میده. بنابراین میشه احتمال این که x بزرگتر مساویه با a بشه. چی به دست آوردیم؟ به دست آوردیم که آقا امید x بزرگتر مساویه با a ضرب در احتمال x بزرگتر از a. در نتیجه احتمال x بزرگتر از a کوچکتر مساویه با امید x به روی چیه؟ a. و اثباتمون کامل میشه. خب بریم سراغ نامساوی چبیشف. فرض کنید احتمال یه همچین پیش آمدی رو داشته باشیم. پی آر و حد مطلق مثلا x منهای میو که میو همون میانگینه بزرگتر از c باشه. خب اینو میتونیم بنویسیم احتمال این برابر با احتمال اینکه x منهای میو به توان 2 بزرگتر از چی باشه؟ c2. میتونیم این رو به این صورت بنویسیم. حالا طبق چبیشف
میتونیم بنویسیمش چی؟ کوچیکتر مساویه با، خب چون اینا مثبتن، امید این جای x همون نشسته، x منهای میو به توان 2، اینم جای a نشسته c2. این یعنی که احتمال قدر مطلق x منهای میو بزرگتر از c کوچیکتر مساویه با این چیه؟ واریانس دیگه. من با سیگما 2 نمایشش میدم، سیگما 2 به روی c2. سیگما 2 همون چیه؟ واریانس در واقع x هست. این داره چی میگه؟ در واقع میگه که اگر قرار باشه مقادیر x نسبت به میو چیه؟ فاصله بگیرن، از یه c بزرگتر باشن، این معدود میشه به چی؟ واریانس. یعنی هرچی واریانس کوچیکتر باشه احتمالش خیلی ضعیفه که x ها خارج از بازه مثلا فرض کنید منهای میو منهای c تا میو به علاوه c باشن، یعنی متمرکز حول میو خواهند بود. حالا اگر بیایم و این کارو بکنیم، پی آر x منهای میو بزرگتر از مثلا کاتا سیگما در نظر بگیریم، این کوچیکتر مساوی میشه با سیگما 2 کا 2 سیگما 2. سیگما 2 با سیگما 2 خط میخوره، در نتیجه احتمال این که قدر مطلق x منهای میو بزرگتر مساوی با کا سیگما باشه، این کوچیکتر از 1 به کا 2. مثلا اگر کا برابر با 3 باشه، یعنی احتمال این که قدر مطلق x منهای میو بزرگتر از 3 سیگما باشد، این کوچیکتر مساویه با چقدر؟ 1/9. در واقع یعنی 90% حالا تقریبی 90% دیتا بین چیان؟ میو منهای 3 سیگما تا میو به علاوه 3 سیگما هن. و در واقع حدود 10% خارج از این بازه قرار میگیرن. بنابراین تمرکز دیتامون حول میو یا چقدر متمرکز باشن حول میو به چی ربط پیدا میکنه؟ به سیگما. هرچی سیگما کوچیکتر باشه مقادیر به میو خیلی چیه؟ نزدیکتر میشن و هرچی که سیگما بزرگتر باشه پراکندگی بیشتره و این بازه چیه؟ بزرگتر خواهد بود. یعنی برمیگرده دوباره به همون مفهوم واریانس که پراکندگی دیتا رو نشون میده. این مقدار یعنی مقدار x منهای میو بزرگتر مساوی 3 سیگما برای توزیع نرمال، یعنی اگر x دارای توزیع نرمال میو و سیگما 2 باشه نزدیک در واقع 2/100. یعنی برای توزیع نرمال با احتمال 98% در چه بازه قرار میگیرن مقادیرت؟ در بازه میو منهای 3 سیگما تا میو به علاوه 3 سیگما، یعنی با یک احتمال ناچیزی 2/100 دیتا خارج از این بازه قرار میگیرن. بیشتر دیتا متمرکز در بازه میو منهای 3 سیگما تا میو به علاوه 3 سیگما هستن. حالا اگر سیگمات کوچیک باشه، یعنی واریانست کم باشه، پراکندگی دیتا حول میانگین چیه؟ کمتره. وقتی سیگما 0 باشه حالت ضربه‌ای پیدا میکنه دیگه، همه دیتا برابر با میو هستن. اگر واریانست زیاد باشه پراکندگی چی میشه؟ بیشتر میشه و داده‌های با فاصله خیلی زیاد نسبت به میو خواهی داشت. اینجا برای یک سیگما 2 بزرگ مثلا، این برای یک سیگما 2 کوچیک. واریانس نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده پراکندگی دیتا حول میانگین هست. اگر واریانس کوچک باشد داده‌ها متمرکز حول میانگینن. اگر واریانس بزرگ باشد داده‌ها نسبت به میانگین پرت میشن و پراکندگی خیلی زیاد خواهد بود. خب حالا بیایم یه مثال بزنیم. فرض کنید یه توزیع نمایی داریم، یه توزیع اکسپوننت
پتانسیال داریم با پارامتر لاندا. حالا لاندا هم برابر با 1 باشه، یعنی چگالی احتمال این متغیر تصادفی باشه مثلا ای به توان منهای ایکس یو سی دی افش هم طبعا میشه چی؟ 1 منهای ای به توان منهای ایکس یو ایکس. میدونین که پی دی اف این probability density فانکشن، این cumulative distribution فانکشن. تا به توضیح تجمع این چگالی احتماله. رابطهشون چیه؟ پی دی اف مشتق سی دی اف، یعنی اگه من از این تابع مشتق بگیرم این به دست میاد، یا از این انتگرال بگیرم این یکی به دست میاد. رابطه ریاضی با هم داره. خب اگه حساب کنیم برای همچین متغیری امید x میشه 1. بنابراین برای این نامساوی مارکوف میگه احتمال این که مثلا x بزرگتر مساوی با a باشه این کوچیکتر مساوی چیه؟ 1a. مقدار دقیق در واقع این هم احتمالی که x بزرگتر از a باشه میشه 1 منهای fx a که میشه e به توان منهای a. پس احتمال x بزرگتر مساوی با a، حالا مقدار دقیقش میشه e به توان منهای a. چه میشه؟ مارکوف این بازه رو میده، مثلا میگه این اگر 1 اوم باشه این احتمال کوچکتر از 1 اوم خواهد بود. حالا اگر بخوایم از چبیشف استفاده کنم، مثلا بگم احتمال این که x بزرگتر از a باشه، میتونم بنویسمش احتمال این که x منهای 1 بزرگتر مساوی با a منهای 1. حالا فرض کنید a هم مثلا بزرگتر از 1 باشه، میتونم بنویسمش احتمال این که، یعنی میتونم بنویسمش کوچیکتر مساوی با احتمال این که x منهای 1 به توان 2 بزرگتر مساوی با a منهای 1 به توان 2. این هم کوچیکتر مساوی میشه با 1 به روی a منهای 1 به توان 2. در نتیجه احتمال x بزرگتر مساوی با a کوچکتر مساوی با 1 به روی a منهای 1 به توان 2. حالا اگر a به اندازه کافی بزرگ باشه میتونیم بگیم احتمال x بزرگتر از a کوچکتر از 1 به روی چیه؟ a2. با توجه که a بزرگتر از 1 به a2 مثلا اینجا میفته. در نتیجه چبیشف تو این حالت چه بازی دقیق تری داره نسبت به مارکوف به ما میده. امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره و مفید واقع بشه. خیلی ممنون که توجه کردید.